فی 5 ماده معجزه‌آسا برای تقویت سیستم ایمنی. بیشتر ما حداقل 3 وعده در روز غذا می‌خوریم. اما مصرف این غذاها چه فایده‌ای برای بدن دارند؟ غذا خوردن علاوه بر ایجاد احساس سیری باعث سلامت بدن میشه. در واقع میشه اینطور گفت که سلامت بدن و عدم ابتلا به بیماری‌ها تا حد زیادی به غذایی که می‌خوریم بستگی داره. از طرفی بعضی مواد غذایی هم وجود دارن که با مصرف اونا میشه سیستم ایمنی بدن رو تقویت کرد. تو این ویدیو قراره در مورد چند تا از معجزه‌آساترین مواد غذایی تقویت کننده سیستم ایمنی بدن صحبت کنیم. با ما همراه باشید. مرکبات از اصلی ترین مواد غذایی تقویت کننده سیستم ایمنی. اکثر مردم بعد از ابتلا به سرماخوردگی سراغ مرکبات میرن. اما این مواد که حاوی ویتامین C زیادی هستند، نه فقط زمان سرماخوردگی، بلکه در حالت عادی هم برای بدن مفیدن و باعث تقویت سیستم ایمنی بدن میشن. ویتامین C موجود در مرکبات تولید گلبولهای سفید خون رو افزایش میده و بدن رو در برابر ابتلا به عفونت مقاوم میکنه. اگر در فصل سرما زیاد بیمار میشین، باید مصرف مرکبات رو بیشتر کنید. از بهترین انواع مرکبات که به تقویت سیستم ایمنی بدن کمک میکنن میشه به گریپ فروت، پرتقال، نارنگی، لیمو زرد و لیمو سبز اشاره کرد. برای حفظ سلامت بدن در فصلهای سرد سال، مصرف روزانه یک مدل از مرکبات ضروریه. اگر تصور میکنید سیر و پیاز فقط برای طعم دادن به غذا استفاده میشه، سخت در اشتباهید. این ماده فواید زیادی برای بدن داره و صرف نظر از بوی بدش، اگه در همه غذاهای خودتون ازش استفاده کنید، سلامت بدن خودتون رو تضمین میکنید. سیر به مبارزه با عفونت کمک میکنه، از سفت شدن رگ‌ها جلوگیری میکنه و فشار خون رو کاهش میده. البته دقت کنید که نباید در مصرف سیر زیاده روی بشه، چون باعث افت شدید فشار خون میشه. تخمه آفتابگردان. تخمه آفتابگردان یکی از خوشمزه ترین انواع تنقلات، به خصوص برای تماشای فیلم و مسابقات ورزشیه. اما این خوراکی محبوب و دوست داشتنی برای تقویت سیستم ایمنی بدن هم خوبه. تخمه آفتابگردان یه منبع غنی ویتامین ای محسوب میشه و این ویتامین هم نوعی آنتی اکسیدانه که باعث تقویت سیستم ایمنی بدن میشه. تخمه آفتابگردان رو میشه با سالاد، همراه صبحانه، با کیک و شیرینی و به شکل‌های مختلف دیگه استفاده کرد و با خواصی که داره بدن رو تقویت کرد. اسفناج. یکی از معروف‌ترین مواد غذایی تقویت کننده سیستم ایمنی بدن اسفناجه. این سبزی پرکاربرد که بیشتر ما اون رو از کارتون ملوان زبل میشناسیم، میتونه بدن ما رو هم مثل ملوان زبل قوی کنه. اسفناج حاوی مواد مغذی مختلف، آنتی اکسیدان، انواع ویتامین ها مثل ویتامین C و E و مواد معدنی مفید دیگه است که سیستم ایمنی بدن رو تقویت میکنن و مانع ابتلا به بیماری ها میشن. تحقیقاتی که در مورد این سبزی پرخاصیت انجام شده نشون دهنده ی تأثیر مثبت اسفناج برای حفظ سلامت و طول عمر افرادیه که اسفناج جزو اصلی ترین مواد غذایی مصرفی اونهاست. چای سبز. اگر اهل مصرف نوشیدنی هستید، باید چند مدل از نوشیدنی‌های مقوی رو به برنامه غذایی روزانه‌تون اضافه کنید تا سیستم ایمنی بدن خودتون رو به بهترین شکل ممکن تقویت کنید. چای سبز یکی از نوشیدنی‌های مفیده که میشه اون رو به عنوان نوشیدنی عصرونه انتخاب کرد و علاوه بر لذت بردن از عطر و طعم خوبش، از خواصی که داره هم استفاده کرد. چای سبز حاوی فلاوونوئیدها و مقدار بالای آنتی اکسیدانه که سیستم ایمنی بدن رو تقویت میکنن. این نوشیدنی پرخاصیت اضطراب و استرس رو کاهش میده و با خواص ضد التهابی از ابتلا به بسیاری از بیماری‌ها هم جلوگیری میکنه. بعضی از متخصصان هم معتقدند که مصرف چای سبز سوخت و ساز بدن رو افزایش میده. بنابراین اگه به دنبال یه خوراکی خوب برای لاغری و کاهش وزن هستید، این نوشیدنی میتونه در این مورد هم به شما کمک کنه. کلم بروکلی. یکی دیگه از مواد غذایی که مصرفش باعث تقویت سیستم ایمنی بدن میشه، کلم بروکلیه. این سبزی سرشار از ویتامین‌های A و C، کلسیم، پتاسیم و فیبره و با مصرفش میشه از بیماری‌هایی مثل دیابت، مشکلات قلبی، سرطان و غیره جلوگیری کرد. هویج هم جزء مواد غذایی تقویت کننده سیستم ایمنی بدنه. این خوراکی لذیذ که بیشتر ما رو یاد خرگوش و علاقه‌ای که به هویج داره میندازه، حاوی بتا کاروتینه که یه ماده قوی برای از بین بردن سلول‌های بیماریزاست. هویج ویتامین A زیادی هم داره و از زمانهای قدیم به عنوان یه راهکار تقویت سیستم بینایی توصیه می‌شده. مصرف هویج هنوز هم توصیه میشه و یکی از خوبیاش اینه که میشه اونو به شکل‌های مختلف مثل مربا، دسر و حتی آب میوه هم مصرف کرد. میگو از بهترین مواد غذایی تقویت کننده سیستم ایمنی.
هشتمین ماده غذایی در لیست مفیدترین مواد غذایی برای تقویت سیستم ایمنی یکی از عجیبترین و خوشمزه‌ترین مواد غذایی یعنی میگوه. میگو حاوی مقدار زیادی زینک یا روی، فسفر و مواد مغذی دیگه است و مصرفش هم به تقویت سیستم ایمنی بدن کمک میکنه و هم باعث افزایش هوش و تقویت حافظه میشه. البته در مورد این ماده خوراکی هم باید به مصرف به اندازه دقت کنید. زیاده روی در مصرف میگو باعث مختل شدن سیستم ایمنی بدن میشه و میتونه نتیجه عکس داشته باشه. شکلات تلخ آخرین و خوشمزه ترین مورد توی لیست مواد غذایی تقویت کننده بدن شکلات تلخه. کمتر کسی رو میشه پیدا کرد که به این خوراکی خوشمزه علاقه نداشته باشه. شکلات تلخ فواید زیادی برای بدن داره که تقویت سیستم ایمنی یکی از اوناست. مصرف این ماده عملکرد قلب رو هم بهتر میکنه و چون میزان شکرش کمه به لاغری و کاهش وزن هم کمک زیادی میکنه. اگر رژیم غذایی دارید و دنبال یک ماده مفید برای تقویت سیستم ایمنی بدن هستید، حتما شکلات تلخ رو به عنوان میان وعده مصرف کنید. برای جلوگیری از بیماری‌ها باید بدن رو قوی کرد و برای این کار هم مصرف مواد غذایی تقویت کننده سیستم ایمنی اهمیت زیادی داره. توی این ویدیو در مورد مهمترین و در دسترس ترین مواد غذایی که مصرف اونها بدن رو قوی تر میکنه صحبت کردیم. این مواد سالمن و مصرف اونها هیچ مشکلی برای بدن ایجاد نمیکنه. با این حال اگه به هر کدوم از این مواد حساسیت دارید، بهتره که قبل از مصرفشون با پزشک مشورت کنید تا خدایی نکرده دچار مشکل نشید.